حاجی میرزا، من یک خواهر اسلامی شما از شهر دوشنبه، من صاحب شوهر و یک فرزند. من از شما معذرت میخواهم و خواهش میکنم که همین جمعه جواب گردانید. پدر من به مهاجرت مهنتی به دولت روسیه رفته است، اما مادرم باشد از فرصت استفاده برده با مرد ساز گرفته و او را به خانه اش می آورد. من با شوهرم خانه جدا دارم و در دیگر مکان زندگی می کنم. من روز این کار مادرم را فهمیدم و به خانه مادرم رفتم. مادرم باشد بهانه کرده و مرا در خانهش راه نداد. من با مادرم جنگ و جنجال را برداشتم و به خانه مجبور در آمده دیدم که دسترخوان برای 2 کس آراسته شده و در آنجا می نوشی ایستادم. گریان شدم، به مادرم جنگ و جنجال کردم و مادرم از من رنجید. چند روز بعد من طعام پخته و برای طلب بخشش به خانه مادرم آمدم و مادرم را خرسند کردم. لیکن مادرم به من گفت اگر تو ستر عورت کنی یا اینکه سبق گیری من تو را نمی بخشم. من شنیده بودم که برای یک زن 4 کس را خداوند عذاب می کند. آیا به این رفتار مادرم من در نزد خداوند گناهگار هستم یا نه؟ آیا من تعلیم قرآن گیرم یا ستر عورت کنم و اگر نکنم عاقب مادر می شوم یا نه؟ التماس پیشوای بزرگ جواب پوره دهید و در حق من و مادرم دعا کنید. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، من یک زن گناهگار از شهر کولاب می باشم. اولا از خداوند عزوجل این را آرزو امید دارم که گناه های همه ما زنهای بد رفتار و بد گفتار را در روز محشر خدا عفو گرداند و به ما راه راست را هدایت کننده باشد. مادامی که من قلم گرفته در این کاغذ سفید از کارهای بد خود، رفتارهای بد خود می نویسم، از بدبختیم قلم از دستم افتیده و به من یاری نمی رساند. من یک زن بدبخت، یک زنی که در وسواس شیطان لعین لغزیدم و در دوام شوهرم در شهر روسیه بودنش به واسطه تلفن با یک مرد شناس شدم. سخنرانی ما چند وقت دوام کرد و بعد یک روز همان مرد مرا برای واخوردن دعوت کرد. من گردن شیطان را ناشکسته و برای رازگی آن به نزدش رفتم. ما با هم دیگر شناس شدیم. از بین چند مدتی گذشت و من با رازگی هر دویمان با یکدیگر ازدواج کردیم. بعد چند وقت شوهرم از روسیه برگشت و من باز به شوهر خود زندگی ام را دوام داده ایستادم. شوهرم از این کارهایم درکی ندارد. من باشم شوهرم را دوست می‌دارم. نمی‌خواهم که زندگی امان ویران شود. من صاحب 2 فرزند هستم. از شما خواهش و التماس دارم با من مصلحت بدهید که زندگی ام ویران نشود. و این را گفتنیم که نکاح ما بریده است یا نه، حلال است یا حرام. من از شوهرم یگان شکایت ندارم. التماس دارم که به من مصلحت بدهید که زندگیم ویران نشود. من 5 وقت نمازم را خوانده ایستادم. از این کارهای بدم به نهایت پشیمان هستم. نمیخواهم فرزندانم از پدرشان جدا شوند. التماس حاجی اکا در حق من دعای نیک کنید. التماس مکتوب مرا در بین خلق خوانید. اینش باز. سلام حاجی مهربان، میخواهم یک چند سوال بهر شما نویسم. من پسری 14 ساله هستم. من از سن خردی میدیدم که مادرم با مرد همسایه رفتارهای از شریعت بیرون میکردند. در آن وقت نمیدانستم که زنا چیست. حالا من به وایه رسیدم.
دیدم که مادر من به مرد همسایه زنا کرده ایستاده است. من با اپم این واقعه را به پدرم رسانیدیم. پدرم مادرم را از خانه پیش کرد. مادرم بر ما دعا داد که شیرهای سفیدم را پیهل نمی کنم. آیا این دعای این خیل مادر مستجاب می شود یا نه؟ مادر من بالای زیناکاری مهنت پدر من را دزدیده به هر جا می برد. من از دست این خیل مادری بیباک ناله بصیری را نمی دیدم. حالا باشد کاری پدر و مادر ما در سود است. حاجی مهربان، آخر مادر بدبخت من حالا هم از این مرد نکنده است. ما چی خیل طرف مادرم کردیم؟ خانه ما را تقسیم کردند. آیا آنها با شریعت حقوق دارند؟ حاجی مهربان، درباره مادرم ذره هم باشد به من معلومات دهید، من از این مادر بدبخت خلاص شوم. چون که این مادر گویا در زندگی قیامت را بر ما نشان داد. آخر حالا من کودک هستم. من هر روز آب چشم میریزانم چون که جوره هایم به حال من میخندند. آخران مکتوب. السلام علیکم داملای شیرین بیان و نکته سنج حاجی میرزای مهربان. من خواستم به شما به مکتوب روبرو شوم، از کارهای کردم بیان نمایم. هرچند کوشش کردم جرأت پیدا نکردم که با تو روبرو ایستادن نقل کنم، لیکن خواهش این مکتوب من را خوانید تا درس عبرت برای دیگران شود. قسم به نام خدا که وقتی این مکتوب را می نوشتم در خیالم این گذشت که این مکتوب را می نویسم و با خود می گیرم و خودم را آویزان می کنم. با صحبت های شما که انسان حرام می مرد ما را باز داشت. این مکتوب را تا آخر با آب چشم پر از پشیمانی نوشتم. داملا از حیات سیر شدم، بیزار شدم. تصور میکنم که من دیگر در کاری نیستم و آینده نام مادر شدن را حرام کردم. تا حال از این کار من پدر و مادرم و هیچ کس درکدار نیست. صنف 8 را تمام کرده سال گذشته در تعطیل تابستانه در فریب یک مرد 45 یا 48 ساله پولدار افتیدم. مرا بازار برد و در $400 2 چله خرید تا سال نو خانیش یک جایه با من بود. این سال من صنف 9 هستم. آن مرد به من گفت غم نخور، همه در دست خودمان هست. تا وقتی هستم از فرزندهایم دیده غم تو را میخورم. باز تو را پیش از شوهر دادنت مثل اوله میکنم. قصه بسیار است داملا، چی گفتنی داری؟ چی توصیه میدهی؟ همان را میکنم. من منتظر سخنهای شیرین شما هستم. پشیمان شدم، مرا ببخشید که خودم را بدبخترین زن حساب میکنم. 5 ینوری سال 2009. برادر عزیز و گرامی، فکر میکنم این مکتوب هایی که نزد من است، اگر هر کسی که این خواند با این مکتوب ها شناسایی پیدا کند، اگر در وجود او به مثل یک دانه ارزن ایمان باشد، قسم به نام پروردگار قرار ایستاده نمیتواند. این خیلی مصیبت کلانی هست برای مردم مسلمان ما، برای مردم این باننگ و باناموس که نام او تاجیک است. میخواستم آغاز صحبت از مصرع‌های خیلی پرتأثیری ثنایی آغاز نمایم، زیرا حضرتم آدم ایماندار و خدا ترس در زمان خود که این بدبختی ها را که روبرو شدن قلم گرفتن و بالای ورق ایجاد کردن تا که امروز هر یک مسلمان خواننده وقتی با این مصرع‌ها که شناس شد، وظیفه او که مردم من کردن از این محرمات است، باید که کوشش به خرج دهد.
مسلمانان ندانم تا چه دوران آمده است. ای مسلمانان ندانم تا چه دوران آمده است. این چه بیدادی و بدبختی به خلقان آمده است. این چه بیدادی و بدبختی در عالم که مستولی شده است از برای جبر و ظلم و باری عصیان آمده است. عورتان بی شرم گشته، کودکان بس بی ادب، لاف و کذب و بی حیایی بی نمازی کار ایشان آمده است. علم را قدر نمانده، عالمان را حرمت، وقتی تنبور و رباب و نای و انبان آمده. عالم از در درآید با هزاران علم و فضل، طعنه ها سازند که مفلیس از پی نان آمده است. ظالم از در درآید با هزاران جبر و ظلم، خانه آرایند که او از پیش سلطان آمده است. در زمانش نعمت و مرغ کباب آرند و پیش که فلان ابن فلان امروز مهمان آمده است. عالمان را خار دارند، ظالمان را بس عزیز، لاجرم بل خلق مهنت همچو باران آمده است. تو صنایع را بیامرز ای کریم از فضل خویش، تو صنایع را بیامرز ای کریم از فضل خویش، زان که این دنیا برو والله زندان آمده است. قسم به پروردگار که برای آدمی که مثل صنایع ایمانی در جوش دارد، دلسوزی برای مردم مسلمان دارد، قسم به نام پروردگار این گونه حادثه ها، این گونه مکتوب ها، این گونه رفتارها او را قرار نمیگذارد، او را در غم میارد. آخر ما در تمام روی دنیا جاغ میزنیم. مردم تاجیکستان تاریخی کهن دارد، معنویات بلند دارد، مدنیت عالی دارد، 99% او مسلمان است. ما به گذشتگان خود افتخار داشتیم، فخر میکردیم ما فلانی داریم، ما فلانی داریم. اگر همچنان رفتن گیرد ما بی‌طرفی را اختیار کنیم، فردا به ما کی افتخار میکند؟ به چی افتخار کند؟ صنایع میگوید این مصرع‌هایی که من با خون جگر برای شما ایجاد کردم که عورتان بی شرم گشته، کودکان بس بی ادب، لاف و کذب و بی حیایی بی نمازی کار ایشان آمده است. این سخنهای من از شما در ترازوی ایمانتان اسلامتان سنجین و خودتان به خلاصه در کاری بیایید. گفته صاحبی مسلک صوفی اللیار این مصرع‌ها و این آیت‌ها و احادیث هایی که من به گوش شما میرسانم، گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. برای آن جان شیرین تا فکرش کردن، برای تو گوش کننده در کار که گوش کن این چی میگوید، الله چی میگوید، حبیبی او چی میگوید. دادر عزیز،
گوش باید که بشنود این را، بکن از فکر جان شیرین را. چشم باید عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند. عقل باید کار فرماید، مرده را بیند به خود آید. مادر عزیز، خواهرای خیلی و خیلی گرامی، ببینید برادرها که زنها را 3 طلاق میکنن، 100 طلاق میکنن، چقدر شما را درد و غم و پشیمانی فرا میگیرد. همچنان این خواهرای ما را این کردار اونها، رفتار اونها مانده کرد و پشیمان شدند. جواب میخواهند، پشیمان شدند. بیهوده نگفته بودند همه کار دنیا پشیمانی دارد، مگر عبادت خدا، مگر ترس خدا، مگر راه خدا جای پشیمانی ندارد. مادر عزیز، شما تاریخ صحیفه زنید. شما قبل از اسلام قسم به نام پروردگار شما منزلت نداشتین، شما کس نبودین، شما به حیث چیز بودین. چیز از زمانی که اسلام آمد خدا برای شما شرف داد، قدر داد، منزلت داد، عزت داد. و قدر انسان، عزت انسان باز در دست خود اوست. کودک 14 ساله گریه میکند از مادر بدبختم بیزار شده. صنف 8 دختر از حیات بیزار شدن، خود ما آویزان میکنم. شما قرآن صحیفه زنید، بیایم به سوره نحل آیت 58. شما قرآن صحیفه زنید، بیاید به سوره نساء آیت 22. شما قرآن ورق زنید، آیید به سوره تکویر آیت 8 و 9. مادر عزیز، شما پیش از اسلام، خواهرای عزیز، شما پیش از اسلام، پیش از این 14 عصر قبلا خدا تاریخ شما را در قرآن بیان کرد که حال شما چی بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكوا على هون ام يدسه في التراب على ساء ما يحكمون. پروردگار میگوید چی ننگ بود، چی سرشکسته بود، چی شرمنده بود آن مرد که در خانه او دختر به دنیا می آمد. چی سرشکستگی بود، چی شرمندگی بود، چی خجالت بود به سر آن مرد که در خانه او دختر تولد می شد. ایمسکو علی هون ام یدسو فی التراب. خدا میگوید اون مردها پیش از اسلام این دختر نازنینه که در لولک گویم، در گهواره گویم، که در چهره او یگان ذره بدروگی و چرک وجود نداشت. چهره او جلا میداد، مادر او غم میخورد، برای گریه او آزرده میشد. این پدر او را میگرفت از داخل گهواره و میبرد. خدا میگه زنده به زنده زیر خاکش میکرد تا که از این شرمندگی خلاص شود. یا دوسو فی التراب. خدا میگه او را زنده به زنده زیر خاکش میکرد. تفسیر ابن کثیر که یکی از تفسیرهای مشهور در روی دنیاست قصه میکند که قیس ابن عاصم 13 دختر خود زیر خاک کرده است. تاریخ بیان میکند دحیه کلبی از دخترها تا نبیره های خود تا زمان اسلام آوردن 70 دختر خود زیر خاک کرده است. ببینید قدر بینید، منزلت زنها قبل از اسلام بینید.
خدا در سوره نساء مخصوص به نام زنها میفرماید ولا تنکحوا ما نکح من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشه و مقتا و ساء سبیلا. خدا میگوید مردها بعد اسلام شما آن زنهایی را که پدرهاتون نکاح کرده گرفته بودند که مادر شما هستند اونها را نکاح کرده نگیرین. این کاری بدی است که قبلی ها میکردند. و اذا الموعوده سئلت بأی ذنب قتلت. خدا میگه روز قیامت اینهایی را که زنده به زنده گورانیدند اینها از گریبان پدرها و مادرها میدارند و چی گناه ما را زیر خاک کردی؟ مادر عزیز این چی را بیان میکند؟ این را بیان میکند که شماها منزلت نداشتین، شرف نداشتین، قیمت نداشتین. وقتی اسلام آمد، وقتی این قرآن پاکیزه و تازه و مقدس از جانب پروردگار با رسول اکرم آمد، سپارشی در او چی بود؟ هن لباس لکم و انتم لباس لهن. اینها برای شما لباسند، شما این مردها لباس زنها هستید. وقتی اسلام آمد پیغمبرمون حبب الی من دنیاکم النساء گفت محبوب ترین آن چیزی که در دنیا برای خود دارم این طایفه زنهاست. وقتی اسلام آمد اللهم اینی احرج حق ضعیفین گفت پیغمبر روز قیامت بالای مردهایی که در زنها ظلم میکنند من نزد خدا دعوا میکنم، اینها را از جمله گناهکارها میشمارم. این اسلام عزیز قدر و منزلت شما را مادرای عزیز بینید بلان برداشت. برای چی شما شان و شرف خودتان را پس میکنید؟ حبیب خدا میگوید كنت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكن وأصحاب الجد محبوسون وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وكنت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. برادر عزیز حبیب خدا میگوید من وقتی نزد دروازه جنت ایستادگی میکنم اکثر آن کسانی که در این جنت پرناز و پرنعمت خدا می‌درآیند از تمام نوش و نعمت این جنت استفاده میبرند از گروه مسکین ها و فقیر هاست. اکثر آدمای مسکین، فقیر، بیچاره، ناتوان، بی صاحب اهل جنتند گفت پیغمبر خدا. و اصحاب الجد محبوسون. برادر عزیز من خطاب به سوی تو میکنم، پیغمبر خدا گفت و اصحاب الجد محبوسون، مردمی که در دنیا پولدار بودند، مردمی که در دنیا نامشان بای بابا بود، نامشان بای بچه بود، پیغمبر خدا گفت خداوند اینها را امر میکند روز قیامت اینها را در جای علاهیده جمع کنه بالای نام الحساب دارو. اصحاب الجد محبوسون، یا را حبس برن، اینا را ما حساب میکنه. چی حساب میکنه؟ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن امور فيما افناه وعن علم فيما فعل فيه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه. ما از اینا میپرسیم من اين اكتسبه، از کجا این درآمدی تو از کدام راه بود؟ از کجا این مبلغ برای تو آمد؟ از کجا این خوشی ها و این
این راحتایی که تو در دنیا کردی اینا رو از کدام راه کردی؟ ما میپرسه من عین اکتسبه و کدام راه تو کسب کردی و فیما انفقه کام راه به این پول دادگی خدا را تو صرف کردی. دو سوال بالای مالدارها خدا دارد. برادرای مالدار، خدای مهربان دولتان بازم زاید کند، لیکن در برابر زاید کردن مال شما خدا ایمان شما را قوی کند، خدا ترسی شما را زیاد کند، رحم و انصاف و شفقت شما را زیاد کند، شما را ملت دوستدار کند، اسلام دوستدار کند، حس ملی شما را خدا زنده نگه دارد. اخوان برادر عزیز، خدا برای تو این مبلغ داد و تو دختر صنف 8 بری به آبرو کنی که او بیچاره به کشتار تیار است برای 400 دلار تو حیات چه می سوزاند. غم تو را من از غم فرزندان در زیاد میخورم. برادر عزیز، دوستای خدا میگفتن غم دین خور، غم دین است. همه غم ها فروزتر از دین است. غم دنیا مخور که بیهوده است، هیچ کس در جهان نیاسوده است. تو دروغ میگی، تو غمخوار نیستی، تو غم او را میخوردی، تو انسان را به حالت نمی آوردی. تو فراموش نکن که این سوال پروردگار روز قیامت از تو میکنه، از کجا این درآمد بود و این پول تو در کجا صرف کردی. اونجا به نام پروردگار برای تو شرمندگی است، خجالت است که گویی پول من 400 دلار شاید صنف 8 من به آبرو کردم. چی جواب بگوی؟ اینا همش اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. این آیت قرآن ابو هریره میگه پیش پیغمبر خدا خواندند، حبیب خدا در حال میگه گفتن ایسته یومئذ تحدث اخبارها. میدانین این اخبار چه اخبار است؟ میدانین که این زمین چه اخبار پیش خدا را میتهد؟ برادر عزیز، آیت شب شما را فریب دادن، شما آدمای ضعیف ایمان، شما آدمای بی‌غیرت، زمین 10 بر می جنبد، تا روز خواب نکردی، از پیشگاه پروردگار نمیترسی؟ از پیشگاه خدا نمیترسی؟ تا روز کودکاتون در دست کوچه به کوچه گشته که زمین می جنبد، از زمین جنبی ترسیدی و از شدت روز قیامت نمیترسی؟ پیشگاه خدا در راست کند و گوید ای نام تلمه گیرن، اونجا نام هر کس با همون کسب دنیایی فریاد کرده می شود ای زیناکار پیش گذر. نمی ترسی؟ میدانیم گفت پیغمبر خدا یومئذ تحدث اخبارها، روز قیامت زمین اخبار میدهد. میدانید این اخبار چه اخبار است؟ گفتن نمیدانیم. الله و رسول اعلم، خدا و رسول داناست، ما نمیدانیم. حبیب خدا گفتن ان تشهد علی کل عبد او امة بما عمل علی ظهرها تقول عملت کذا و کذا فی یوم کذا و کذا. ببینید روز قیامت این زمینه که بالاش در امروز بی پروا گشته است. برادر عزیز، ولی زمین شما زمینم نگوید. گفتی سعدی این خاک گر به تأمل نظر کنی، مردم این خاک گر به تأمل نظر کنی چشم است و روی و قامت زیبای دلبران. این خاک نیست، این خاکی که میبینن این چشمن میگن، این روی هستن، اینا دستهای برادر شما هستن که به خاک مبدل شده است. نوشیروان کجا شد و دارا و یزدگرد، گردان شاهنامه و خانان قیصران کجا شدن اینا؟ مرغ دیدم نشسته در باره کوس، کندوره های توس در پیش نهاده کله کیکاووس، با کله همه گفت که افسوس افسوس کو بانگ جرس ها و چی شد ناله کوس. این مرغ از این کله کیکاووس میپرسید اون مالهات کجا شد؟ او رقص
رقص و بازی‌ها کجا شد؟ او عیش عشرتات کجا شد؟ اون عملهای زشتت کجا شد که امروز کله تو خوراک من شده است؟ برادر عزیز، تو را خدا مبلغ داد، شرایط داد، دولت داد، به خاطر آن داد که تو برعکس کوشش کنی که برادرایی که بیزنن، خواهش زنگیری دارن، زن دخترایی که شوهر نمیابند، برای اونا شوهر یا شوهر بر در جای کار مخصوص مشغول گردان. این از کار تو. و پول برای فساد کردن نیست، پول برای بی آبرو کردن دخترای مردم نیست. و این انسان هایی که اینقدر خدا شما را بی رحم و بی انصاف کرده است که مرد بیچاره، تیپرکلاس، جگردرد، روده درد، اعضای آبادش نمانده است، در روسیه کار میکند، مهنت میکند، تو زنی اختتی در اینجا عشرت میکنی. همین ایمانداری است. به نام خدا قسم به عزتش، حبیب خدا گفتند من زنا او شرب الخمر نزع الله منه الایمان کما یخلع الانسان القمیص من رأسی. قسم به پروردگار اگر تو ای نوجوان مرد، ای ناپاک پلید، تو یک ویروسی، تو یک میکروبی بدترین در بین این مردم مسلمانی، وقتی تو قدم به سوی خانه همون زن زدی، از غایبی شوهر همون استفاده بردی، یک قدم کندی، خدا جان تا گرفت، به نام پروردگار تو به ایمان هستی. یک قدم زدن ده تو ایمان نداری. چگونه حبیب خدا گفت القمیص من رأسی، چگونه لباس آدم بدر میکند بدنش به لباس بماند، همچنان قدم تو را به ایمان میکند. تو نمیترسی از به ایمانی؟ او به ایمانی بر این آخر به قدری و به شرفی وجود ندارد. کسی از خواجه جندی بپرسید که تو به یا سگ و از کس نترسید؟ خواجه جندی 400-500 شاگرد داشت. یک آدم برای سنجش او آمد، ای شیخ تو خوبی یا سگ؟ تو بهتری یا سگ بهتر است؟ مریدانش دویدن آشکاره که تا آنجا کنندش پاره پاره. مریدا خیستن گفتن ای بدبخت این چی سوال است؟ این چی تحقیر است در حق استاد ما؟ پاره پارت میکنیم. به یک راه من کرد آن جمله را پیر، بگفتا نیستم آگاه ز تقدیر، نیستم آگاه از تقدیر. گر از اوباش را ایمان برم من، توانم گفت که سگ بهترم من. وگر ایمان نخواهم برد ز اوباش، چو موی بودن من در سگ کاش. حضرت گفتن اگر من ایمان برم برادر عزیز، من از سگ ده بهترم، لیکن ایمان نبرم، از یک موی سگ ده بهتر هستم. برادر عزیز تو ایقه ایمان تا در یک عادی ترین کار، در یک لحظه که یک ساعت ده تو ایمان تا میفروشی، 1000 سالها در پیش خدا میسوزی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من قعد على فراش مغیبت قیض الله له ثعبانا یوم القیامه. برادر عزیز حدیث پیغمبر گوش کن. من قعد على فراش مغیبت، یک برادر از غایب بودنش، از نبودنش، از غریبی بودنش، از خانش بیرون بودن استفاده بردی. حبیب خدا گفتند خانه را تینج یافتی، خانه را خلوت کردی، یا با طریق تلفن او را تو شیفته خودت کردی، فریفته کردی و رفتی این کار زشت و ناشایانه در حق این خواهر مسلمان انجام دادی. حبیب خدا گفت زود است که خدا جان تا میگیرد و زود است که تو پیش پروردگار میایی، و لیکن خداوند
قید الله له ثعبانا یوم القیامه. همون مارهایی که حتی انسان در تلویزیون دیدن مار به حذر میکنه، میترسد. ببین وقتی مارهای همون تلویزیون در پیتانهایی را که نشان میدهند 400 کیلو 300 کیلو، وقتی آدم میبیند ترس او را فرا میگیرد. حبیب خدا گفت برای تو انسانی که این کاری زیست و شنیع را در حق خواهر مسلمان، مادر مسلمان، علل خصوص زنهای شوهردار، دخترهای شوهردار را انجام دادی، خداوند برای تو در قبر همچنان مارها را آماده میکند. خیلی جای تأسف، خیلی جایی به خدا قسم رنجیدن. وقتی گویم که شما برادر عزیز، هر کسی صدای مرا میشنود، وقتی گفتن دختر فلانی با فلان مرد یک جایه شد، شما دختر فلانی را در ذهنتان نگذرانید، فقط دختر خودتان را در ذهنتان گذرانید. وقتی آوازه کدام زن شوهردار اگر دیار ما را فرا گرفت، تصور کن زن شماست. وای این شعاره که گوری و جدا و گوری من جدا، این شعار ما نیست. اذا رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. شما وقتی کاری ناشایست دیدین، حبیب خدا گفت کاری نادرست دیدین، با دستاتان منع کنین، پیشگیری کنین. وقتی با دستهاتان نتوانستین، با زبانهاتان گوین، با زبانهاتان گفتن نتوانستین، با دلهاتان همون زن و همون مرد بد کردار و بد رفتار را بد ببینین، لیکن این نشانه ضعیفی ایمان شماست. وقتی با زبانتان نتوانین گفتن. لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. حبیبی خدا گفتن لا یزنی زانی حین یزنی و هو مؤمن. آیا انسانی که دستی به زنا میزند، آیا وی تصور میکند که وی مؤمن است؟ یک توجیهش همین است. دیگر معناش این است که آن کسی که دستی به زنا میزند و 5 وقت نماز را میخواند، روزه ماه مبارک میگیرد، نماز جمعه ادا میکند، معنای او را دارد که نور ایمان او باقی نمیماند. هر کسی که 5 وقت نماز میخواند، الحمدلله من مسلمان میگد، مثل این خواهرایی که میگویند ما 5 وقت نماز ما را میخوانیم لیکن گردن شیطان شکسته نتوانستیم. وقتی که این کار وقتی که انسانی که انجام داد چی میشود برادر عزیز؟ معنای این دارد که ایمان او کامل نیست، معنای او مکمل نیست، ایمان او مکمل نیست. ولا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن. حبیب خدا گفتند انسانی که اگر 5 وقت نماز را میخواند، روزه ماه مبارک را میدارد، نماز جمعه را ادا میکند، لیکن در برابر این دزد است، دزدی میکند، مال مردم به خیانت میکند، آیا وی مؤمن است؟ آیا وی ایمانش کامل است؟ معنایی را دارد که ایمان او نور ندارد. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. حبیب خدا 3 طایفه را گفتند، یکی زناکار را بیان کردند، یکی دزدها را بیان کردند، یکی عرق نوشها را بیان کردند. که انسانی که هم 5 وقت نماز خوانه و جمعه خوانه و دعوای ایمان و اسلام داشته باشه و
باز در برابر او عرق نوشی کند، معنای او را دارد که ایمان او نور ندارد، ایمان او کامل نیست. برادر عزیز، چگونه که من در احترام پدر و مادر از شما گشته و برگشته خواهش کردم، گشته و برگشته شما را تأکید کردم که جای عبادت است، جای فرمانبرداری است، جای سرخمی است، جای پاداش گرفتن است. حرمت پدر و مادر این چنین به گوش شما باز میرسانم، روز به روز، ساعت به ساعت. امکانیت ها برای زنا کردن خیلی و خیلی مساعدت میکند، شرایط ها خوب میشود. روز به روز شاید نفرهایی که خواهش اینو دارند زیاد شدن میگیرند. لیکن برادر عزیز، شما وقتی که پیشنهاد به شما میشود یا وقتی که خواهش های شما در همین مسئله پیدا شد، کلمه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم استفاده برید. حبیب خدایا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حبیب خدا گفت ای جوانهایی که بزنین، ای جوانهایی که خواهش زنگیری دارین، شما درو زن گیرید. مراد اگر شما خواهید که امروز ببینید تلویزیون هزاریت نمود کانال ها دارد، بچه ها با او سیر نکردن، دخترها با او سیر نکردن، در تلفن هاشون حتی که همون رسم ها و گویم حتی در صورت ها قرطه ها در، حتی که صورت های همین فحش و فاحشگی ها در دست. وقتی با اون نظر میکنن، وقتی که با اون نگاه میکنن، وجود اونها را تغییرات کلی پیدا میکنن. به این خاطر برادر عزیز و گرامی، شما در این مسئله خیلی با احتیاط باشید، به سوی خدا دعا کننده باشید، صبر کنین. حبیب خدا میگوید زن گیرین، از همه بهترش همین است که شما را از راه زنا منع میکند، زیرا اینکه اغض للبصر و احسن للفرج، زیرا زن معنای ای را دارد که چشم تو دیگر، چشم تو گرسنه نیست، چشم تو دیگر به این زنهایی که خداشون خیلی آرا و تارا دادن که برای شما را دیگرگون کردن، شما را ویران کردن، خداشون هر زیله میکنن، دیگر چشمای شما با آنها شکفته نمی شود، داده نمی شود و فرجهای شما از راه حرام باز می ایستد. وقتی که اگر شهوت شما طغیان کرد، حتی آنچنان علنگه‌ای دارد که تو دیگر طاقت نداشته باشی، حبیب خدا گفتن روزه بگیر، روزه شهوت تو را می شکند. برادر عزیز، هر راهی که باشد، با طریق خواه زن گرفتن باشد، خواه به طریق روزه گرفتن باشد، استفاده برینو در این راه قدم نزنید. زیرا به خدا قسم اگر زن داشته باشید، بدبختی به خاندانتون می آید، دیگر شما با این زنهای حلالی داشتگیتان حلاوت برده نمیتونین، زندگی خوب کرده نمیتونین، دیگر میل شما فقط به سوی حرام می شود. اگر بی زنم باشید، آینده زنم که گیرین، شما از این راه حرام بر نمیگردید. بسیار کوشش کنید برادر عزیز که در این راه هیچ وقت آدم نشوین و از این راه پلید بازگردین. خدا خواهد من جمعه های آینده اطراف این موضوع باز برای شما از آیات های قرآن که خداوند در چندین جای قرآن تأکیدها نسبت اینها کردند، من به گوش شما البته میرسانم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من یضمن لی ما بین لحیی و ما بین رجلی اضمن له الجنه. اگر هر کسی ضامن شود در پیش من
که از زبان من کسی آزار نمی یابد، زبان من از جمله زبانهای خاردار نیست، زبان من از جمله زبان فحش و دشنام کننده نیست. اگر هم تا ضامن در پیش من شود و ضامن شود که ای حبیب خدا تا وقت این دنیا را پدرود میگویم قدم من به سوی زنا هیچ وقت گذاشته نمی شود، از من له الجنه، من برای این خیل جوان مرد حبیب خدا گو ضامن هستم که وی وارد جنت کنم. در پیشگاه پروردگارم دعا میکنم، خواهش میکنم و این جوانی که زبانش و فرج خدا از راه حرام، زبانش از درشتی نگه داشت، منم ضامن که وی جنت برم. و این خاطر دادره عزیز شما ضامن شوید به سوی پیغمبر خدا، به سوی پروردگار که من هیچ وقت شعارم همین است، تا مردن من دستم در دست دختر بیگانه نمیرسم. زیرا دادره عزیز وقت دستی تو اگر حتی در دست یک زن بیگانه هم که زند، این مقدمات زنا است، این سرشوی های زنا از همین دستی به دست کردن است. لا یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. پیغمبر خدا گفت اگر در سر شما یک آهن کلان را آورده چکن هم تا زده گویم از زیر گلوهاتون که براید، این برای شما آسانتر است که دستان در دست یک زن بیگانه گذارید. این برای شما بهتر است، زیرا که پیغمبر خدا میدانستند که این مقدمات زنا آهسته آهسته این بچه را به او راه بد میبرد. خدا همه شما را در حفظ امانش نگه داره. او خدای مهربان شما را از جمله آن بندگان گرداند که بندگان اساسی رحمان باشین و بندگان خدا ترس باشین و از جمله بندگان باشین که در ذهن شما تماما حلاوت و شیرینی زنا هیچ وقت جای نداشته باشه. خداوند چشمهای همه ما را از جمله چشمهایی گرداند که به سوی کدام زن نباشد با چشم بد نظر نکنید. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا